مباحی آن است مباحی که از آن سوی وجود است، نه باحتی گیج حشیشی مزاحی. اون نیست. آن است مباحی که از آن راه چشیده است، کو روح الهی و کجا روح ریاهی. یک کسی میگفت آقا شما به جن اعتقاد دارین؟ گفتم من اصلا به جن اعتقاد دارم. غیر از جن کو؟ آدمیزاد خیلی نادر گیر میاد، بیشتر جن نه. آدم وقتی نگاه میکنه تو قیافش میبینه یه چیزی دیگه است، ظاهر یه چیزی میگه، باطن یه چیزی دیگه میگه، هزار فکر و اندیشه در سرش هست، هزار حرف دیگه داره میزنه. این اصلا نیست، پنهانه. اصلا آدمیزاد یعنی آزادی. چرا؟ برای اینکه فرق آدمیزاد با تمام موجودات دیگه به قول کیرکگارد، کیرکگور به قول فرانسوی‌ها، این همینه که میگه که تمام موجودات سرنوشتشون از پیش مسلمه. یعنی یه ماهیتی دارن که ماهیتشون اول مشخصه، بعد وجود پیدا میکنن طبق اون ماهیت. آدمیزاد نه، آدمیزاد اول وجود پیدا میکنه، بعد ماهیتشو میسازه با اختیار خودش. بنابراین ما اصلا وجودمون اختیار، اگه اختیار از ما بگیرن دیگه آدمیزاد نیستیم. به همین جهت هم گفتن دین اجباری نیست، چون اگه اجباری کردی دیگه اصلا آدمیت من از من گرفتی. من میخوام انتخاب بکنم این راه رو، وقت میشه دین من. وگرنه دینی که من انتخابی نداشته باشم، اختیاری نداشته باشم، که اصلا دین من لا اکراه فی الدین که در قرآن آمده، یعنی اصلا جنس اکراه رو فراموش کنید. جنس اکراه در دین نیست، اصلا معقول نیست که دین اکراه، چون دین یعنی اختیار. بس که بگن الاختیار هو الاکراه، اختیار همون اکراه، هم چیزی نیست. اختیار اختیاره. بنابراین اگر اختیار از آدم گرفتن، آزادی رو از آدم گرفتن، دیگه آدمیت ما زیر سوال رفته، ما آدمیزاد نیستیم دیگه. بنابراین هم دین عین آزادیه. 3 جمله من دیدم که نقل کردن در یه داستانی، جوهر اسلام رو معرفی میکنه. میگه آقا شما چی میخواین، چی کار میخواین بکنین؟ شما متدینین. گفتش که من 3 کار میخوام بکنم. یکی این که اخراج الناس، هر 3 تاش اخراج الناسه، یعنی میخوام مردم رو خلاص بکنم ان لوث الادیان، یعنی از آلودگی این دینها، دینهای متفرق، الی طهر دین الله، که برگردن به دین خدا. یعنی ما هممون یه دین پیدا کنیم، اون دین الهی، دین الهی پیدا کنیم. ما 200 دین که نداریم، یه دونه دین داریم، یه دونه کفر داریم. دین معلومه که چیه. دین یعنی تسلیم شدن به فرمان خدا، یعنی محبت، یعنی عشق، یعنی اخلاص، یعنی دوستی، یعنی جهاد در راه خیر و خوبی، تعاون بر بر و تقوا و مبارزه با اهریمن. کفر یعنی چی؟ کفر هم یعنی این که آدم وقتی که مواجه میشه با حق رو زیر پا میذاره و هیچ اعتنایی نمیکنه و حق چیز خودش و منافع خودش مقدم میداره. دوم گفت دیگه چیکار میخوام میکنیم؟ گفت اخراج الناس عن ضیق مواطنهم الی سعة ارض الله. ما میخوایم مردم از این که این وطن منه، اون وطن منه، این سرزمین اینجا دورش، درسته که هر کدوم از قومیتی داریم، افتخارم میکنیم اگر آدمای خوبی باشیم، اما لزومی نداره الی سعة ارض الله. ارض خداوند خیلی وسیعه، شما با هم دوست بشین، همه جا رفت آمد بکنین، انشالله روزی بیاد که هیچ کشوری از هیچ کشوری ویزا نخواد. بگن که ما آدمیزادیم، آدمیزاد میتونه بیاد اینجا تو این سرزمین و همه جا میتونیم بریم. و اینا به خاطر بدی‌هایی است که پیش میاد و این دیروبندها و این دیوارها محصول بدی‌های ماست، وگرنه آدم‌ها بایستی که همه جا بتونن رفت آمد بکنن. زمین مال بندگان خداست. سوم گفت عبادت الناس الی عبادت الله. ما میخوایم مردم از اینکه همدیگر رو عبادت بکنن برسن به عبادت پروردگار.